در حالی که جنگ ویرانگری روسیه در اوکراین به مرز 4 سالگیش نزدیک می شود، اختلاف نظرهای عمیق میان دو طرف باقی می ماند. تحلیلگران میگویند پایان یافتن خونین ترین جنگ در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در سال 2026 از احتمال دور است. آنها هشدار می‌دهند که حتی قطع درگیری‌ها حتماً به معنای صلح پایدار نخواهد بود و جنگ ممکن است امسال تمام نشود. درباره این مسئله پیش از برنامه صحبتی داشتم با همکارم طاهری سفر و اول از دلیل‌های تحلیلگران پرسیدم. اگرچه صحبت‌ها درباره نزدیک شدن به سازش صلح در اوکراین زیاد است، اما حالا نه از آتش بس خبری هست و نه از صلح پایدار. روسیه با وجود جنگ‌های سخت نتوانست تمام ولایت دنیسک را اشغال کند و کارشناسان باور دارند که جنگ سال 2026 به پایان نمی‌رسد. روت دیرموند، استاد دانشگاه کینگز لندن، به رادیو آزادی گفت نه اوکراین و نه روسیه در موقع نیستند که در میدان جنگ پیروزی کامل به دست آورند، هرچند هر دو طرف زیر فشاری سخت ماندند، اما احتمال شکست هیچ کدام از آنها دیده نمی شود. پایان اقتباس. وقتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ماه فوریه سال 2022 حمله را به اوکراین آغاز کرد، انتظار داشت اوکراین را زود تسخیر کند، اما پس از 4 سال نیروهای روسیه نسبت به هفته‌های اول جنگ قلمروهای کمتر را تحت نظارت دارند. حالا با تلفات زیاد و با سرعت آهسته پیش می روند، ولی باز هم قسمت‌های زیادی دنیسک، زاپاروژه و خرسون هنوز تحت نظارت کیف است. طبق حساب‌های خدمات جاسوسی غرب در این جنگ بیش از 1.5 میلیون نظامی از هر دو طرف کشته و یا زخمی شدند. در حمله‌های هوایی روسیه نیز هزاران مردم آسایشته به هلاکت رسیدند. زیرساختارهای زیادی انرژیتی اوکراین هم خراب شدند. از همکارم همچنین پرسیدم تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که پایان دادن به جنگ را در اولویت‌های کاری حکومت خود قرار داده است چی نتیجه دادند؟ در چند ماه اخیر امریکا، اوکراین و اروپا به یک سازش صلح نزدیک شدند، اما مانع اساسی روسیه است. مارک کانسیان، کارشناس نظامی مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن میگوید امریکا و اروپا می توانند زبان مشترک یابند، ولی روسیه حاضر به گذشت نیست. آنها فکر میکنند که در حال پیروزی هستند و هدفهایشان برای طرفهای دیگر کاملا غیر قابل قبول است. پایان اقتباس. در حالی که کیف و غرب از پیشرفت در مذاکرات صلح میگویند، کرمل لحن خود را تندتر کرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، گفت که مسکو موقع خود را در مذاکرات سخت‌تر خواهد کرد. الگ ایگناتوف، تحلیلگر گروه بین المللی تحقیق بحران ها، میگوید هر دو طرف میفهمند که دراز شدن جنگ باعث بی‌ثباتی و مانع رشد آنها می شود، اما حالا هر دو جانب باور دارند که ادامه جنگ موقع آنها را در مذاکرات سال 2026 بهتر می کند. پایان اقتباس. به اندیشه روت دیرموند، احتمالاً جنگ به یک نزاع شخ شده و به حل نهایی تبدیل یابد. او میگوید تا زمانی که در روسیه رئیس جمهوری نو نآید، در موضع گیری روسیه تغییر جدی غیر امکان می نماید. از این رو احتمال دارد که ما در آخر سال 2026 از خود بپرسیم که آیا جنگ در سال 2027 تمام می شود؟ پایان اقتباس. تشکر همکارم طاهری سفر بود که نظر تحلیلگران را عایدی دورنمای ختم جنگ در اوکراین خلاصه نمود.